I had lunch at the home of the only residents of Tehran, Esther Zangui. He served 3 types of local bread and a bowl of the lentil stew that truly warmed the soul, along with some fresh local dough. Little by little, our conversation opened up, first about work and the economy. اینجوری نبود. یعنی موتور فرض من مثلا یه موتور سواری بدنم خب موتور سواری مثل یه شهر نو بنزین توش میرفتی فرض به پول قدیم اگه 1000 تا 2000 تومن مثلا میخریدیش 500 تومن ازش میومد پایین. Then, about family, پدر مادر ما شاید 15 تا بچه داشتن 9 تاش موندیم بقیه اختلاف شدن. اینا 9 تا بچه ره تو طبقه دوم بالا خانه مثلا تو یک خانه نه تو then about the ship. پدر که من گوسفنداری میکردن 900 تا گوسفند که داشتن خب 900 تا حداقل 400 تاشو زایده بودن 400 تا گوسفند اینجوری میدوختن. The old days. الان برای که تو اون خانه ها که اینا زندگی میکردن همون ساختنش بگویده چی تو خشتا در خشت 15 کیلو وزنش هست اینا بر پله ها چطوری بردن بالا. And in the end, there was a gentle goodbye from little Shahryar.